سلام و درود برادرای عزیز. امروز راستی گپ یک برادری عزیزی ما طلب و درخواست کردن. همه ما و شما اون شخص را نغز میشناسیم، بلاگری تاجیک از ناحیه عینی حسین جان نوریدینов. امروز جگربندان برادری عزیزی ما رمضان جان و شاه سفر جان زادروز دارند. برادری عزیز زادروز جگربندان مبارک شود. الهو 100 ساله شوند و بعد از آن پیر و به دولت باشند. خداوند نگهبانشان باشد. نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد. مرحمت برادری عزیز، این سرود موافق طلب و درخواستی شما. نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد. پدرش شب که دیل در کو دکی دستی پسر گیرد، و امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد، و امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. سفیداری بلند یک نه دو صد برگی تر دارد، پسر در کوهی عشق رفته چی پروایی پدر دارد، پسر در کوهی عشق رفته چی پروایی پدر دارد. نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد،
جگرها خون شود تا یکی پسر مثلی پدر گردد. سلامت باشید برادری عزیز. زادروزی جهانشاه یک بار دیگر مبارک باشد.